фикр мекунам ки бисёрҳо омӯхтани алфавити забони англисиро бисёр осон медонанд, вале ин тавр нест. дӯстон, шумо ҳатман дар навишт ва ё хониш ё ин ки талаффузи ҳарфҳои забони англисӣ ҳатман хатогӣ доред. аз ин лиҳоз дӯстон, бояд ки алфавити забони англисиро чун заминаи омӯзиш аст, бояд шумо ҳатман пурра ва бехато омӯзед. салом дӯстон, ман Шарифхон Носиров, омӯзгори забони англисии шумо. имрӯз дарси навбатиро тасмим гирифтам ки дар бораи 26 то ҳарфи забони англисӣ, шинохти ҳарфҳо, навишт ва ҳарфҳои калон ва ҳарфҳои хурд, инчунин спелинг, яъне ҳарф ба ҳарф гуфтани калимаро ба шумо омӯзонам. дар забони англисии дӯстон 26 то ҳарф аст ва ин 26 то ҳарф 6 тояш садонокҳо мебошанд. садонокҳо кадомҳоянд накунанд? хоб, ҳарфи A, E, I, O, U and Y. инҳо дӯстон хоб садонокҳо мебошанд. акнун мегзарем ба ҳамсадоҳо. хоб, ҳарфи B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X and Z. اینا باشند 20 تا همصدا میباشند. خب بیاین دوستان حرفای زبان انگلیسی رو در مثال ها میبینیم. یعنی که در داخل کلمه ها، یعنی که در اول، یعنی که در آخر، یعنی که در مابین. خب با همراهی هر یک حرف، یعنی که با هر یک حرف با شما کلمه ها پیشنهاد میکنیم. حرف A، ant، apple، table. حرف B، book، bird، bell. حرف C، car، cake، clock. دوستان حرف C اگر پیش از حرف E، I، Y آید، در آن حالت خب س خوانده می شود. مثال nice، face، D، dog، door. حرف E، eagle، ear. F، flower، fish، fat. حرف G، دوستان حرف G چون حرف C پیش از صدانوک‌های E، I، Y آید، در این حالت ها ج خوانده می شود. مثلا کلمه large یا اینکه کلمه دیگر bridge. حرف H، hat، horse. حرف I، eyes. حرف J، gem، jacket. حرف K، kangaroo، key. حرف L، lamp، lion. حرف M، moon، map. حرف N، nest، nut. O، bone. حرف P، parrot،
parrot. pen حرف Q queen. question R rabbit rabbit. run S swim stare حرف T tree tiger حرف U uncle bus حرف V village fat W این همچون حرفی و تلفظ می شود. همین قسمت لب ها گرد شده و تلفظ می شود، نه اینکه و. water wasp X box X-ray Y yellow young و در آخر حرفی Z zipper zoo. این بود تلفظ 26 تا حرف زبان انگلیسی در مثال های زبان انگلیسی. capital letters حرف های کلان میگن که upper case or lower case. حرف های کلان یعنی که حرف های خرد. خب فکر میکنم که حرف های کلان که در کجا حرف کلان نوشتن در زبان تاجیکی و در زبان انگلیسی ماننده دارند. خب چون که نام های آدمان یعنی که دلر انیس، خب شفقت یعنی که پیتر or براون، اینا به حرف های کلان نوشته میشن. یعنی که نام های آدمان به حرف کلان نوشته میشود در زبان تاجیکی و در زبان انگلیسی. نام های شهرها و نام های مملکت ها نیز به حرف کلان نوشته میشود. مثال تاجیکستان or دوشنبه، لندن، استرالیا. اینچنین روزهای هفته و ماه ها نیز به حرف کلان نوشته می شود. مثال January or February. خب روزهای هفته باشد Sunday، Monday و اینچنین سرشوی هر یک جمله خب به حرف کلان نوشته می شود. یعنی که سراغه، نوشت سراغه نیز در زبان انگلیسی به حرف کلان نوشته می شود. مثال عینی street number 7، کوچه عینی رقمی 7. برای مثال my name is Sharif Khan, I was born on the 1st of September, today is Monday, I live in Tajikistan, Anis and Munis are my friends. How do you spell or what is spell? چه شما spell میکنین و اینکه spell خودش چی است؟ spell این دوستان حرف به حرف گفتنی کلمه است. یعنی که نام های خودمان تاجیکان کمی درازتر است، یعنی که نام های خارجی هم باشد کمی درازتر باشد، یعنی که در وقت تلفظ کردن اون رو دشوار میفهمید، یعنی که خودمان خوب نمیفهمید. در همین حالت شما میتوانید بپرسید که how do you spell your name or how do you spell that. وقتی که شما اون رو سوال میکنید که what is your name، جواب میدادید که my name is Anis. خب در این حالت شما میپرسید که نامتون رو سپل کنید، یعنی که حرف به حرف گویید. خب میتونم بگید که can you spell your name or how do you spell that. شما نامتون رو چخیل حرف به حرف میبینید که حرف به حرف چخیل گفته میشود. در این حالت او یعنی که حرف به حرف میبینید A N I S. خب let's practice. What is your name? My name is Jay. My name is Muhammad. I'm Tamkina. My name is Shoira. My name is Mijgoma. How do you spell that? It's spelled J-A-Y. M-U-H-A-M-M-A-D. Muhammad. Tamkina. Shoira. M-I-J-G-O-N-A. حاضر دوستان من یک چند تا کلمه رو خب سپل میکنم، یعنی که حرف باش و حرف به حرف میگویم، شما نویسید.
و کلمه هایی که من میگویم همون کلمه ها میبروید و همون ها شما درست مینویسید. S P E double L. double L رو نفهمیدی؟ double یعنی که دوتا، double L دوتا L. خب کلمه دیگر، خب L E A R M. خب کلمه دیگر B O O K یعنی که B double O K نوشته. خب باز کلمه دیگر I M T R O D U C E. خب نوشته. خب اکنون میسنجیم. خب کلمه یکم spell همین طور است. spell. کلمه دوم book book. کلمه دیگر learn learn. کلمه دیگر introduce introduce. درست نوشته؟ آفرین. خب انا همین بود دوستان درس امروزه ما درباره 26 تا حرف زبان انگلیسی، درباره سپلینگ، درباره قاعده خوانش حرف ها در مثال ها. و شما میتوانید این ویدیو رو پای در هم بازمانید، تماشا کنید و الفبای زبان انگلیسی رو خوب آموزید. خب باقی سربلند باشین، موفق باشین تا درس دیگر.